اومدیم پنجشنبه بازار طولمشهر یا جمعه بازار. یکی از بازارهای قشنگ گیلان. تا آخر با ما باش. نمایشگاه بهترین ماهیسرای شارکه، قهرمان 6 دوره المپیک از فستیوال کن. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قرار با هم ولاگی داشته باشیم در پرشب بازار طولمشهر یا جمعه بازار سومسرا. امروز پنجشنبه 26 تیر ماه و ساعت حدود 10:30 صبح. طولمشهر از شهرهای شهرستان سومسراست که در ابتدای جاده‌ای که از رشت به فومن قطع میشه. این بازار به دلیل اینکه در پنجشنبه ها برگزار میشه و همچنین ادارات و مدارس تعطیلن همیشه بسیار شلوغ و پرشوره و به نظر من یکی از جذابترین بازارهای استان هم حساب میشه. این بازار شامل بخش‌های مثل مرغ و جوجه، میوه و تره بار، لباس و خشکبار، ماهی و همچنین بخش جذاب کباب و واویشکاست که به اصطلاح ایستگاه شکمه که هرچه باشکوه‌تر برگزار میشه. این بازار در قدیم در روزهای جمعه برگزار میشد و به دلیل تداخل با نماز جمعه به روزهای پنجشنبه منتقل شد. به خاطر همون اسم این بازار جمعه بازاره. جای شما عزیزان هم در این بازار خالی. لایک، کامنت و حمایت فراموش نشه. اگر به بازارهای گیلان هم علاقه دارید حتما ما رو سابسکرایب کنید.
آقا جان برو سرزام برو سرزام برو سرزام راجبون إنا لله عليه الراجبون انگوریه بابا انگور مرسا Panja, 250.
این کدوم است؟ هر کشی این کلی اون کلمه این هم کفال بچه این هم کدوم است؟ این هم مرده این هم کدوم مایی این هم کفال این کفور هم بید این کفال آزاده ها؟ چی دریاییه؟ دریاییه ماهی دانه 50 تومن ماهی دانه 50 به بخش مای فروشی سلام علیکم حسن آقا سلام علیکم سلام علیکم حسن آقا حال احوال ممنون خوبی جان دلم آقای کامیار کی آقای کی میشناسی منو مگه؟ منو میشناسی مگه؟ یه نفر معرفی کنید بچه اینجا نیستی؟ مغوشی بزن مغوشی بچه اینجا نیستی ماجی؟ نیستی؟ نه نه سلام علیکم خسته نباشید اینجا نمایشگاه عزیز من نمایشگاه بهترین ماهی سرای شارکه قهرمان 6 دوره المپیک از فستیوال کن اشبل نامبروان ماهی سردابی از باقل خورش تا فسنجون مزه غذاست اینجا ماهی سرای قنا میکله یک برند Excuse me, I'm sorry. Thank you so much. جانم مادر کلی 400 جوان کلیه بزنیم 400 هر روار کلیه بزنیم 400 بابا جان همه رقم 80 ای دیگر حاجی که بازار ماستان پشت امین یه قهوه خونه هست دیدی بغل سمین
Ama mali niye çırar? شب جامعه بگم بگیری احمد سلام این علیه با چنقه علی بعد از شما یک سرات باغ اومده اصل معنیه بره همون بازار مفروشه بود که گرفتم نبی لعنت به شیطان سبب لعنت هر کی نتونه می استای بینه کور هر کی نتونه نه بسال بینه من مورد ناس بابایی تو کی مونه دیگه کی انا ماني بقول لك لا ما امر ها وري
آره زما بگیفته بود چی اوجه خالو ده خیال محلی بود تره تازه بود تازه بیشی بود گل نخوریه خیال تازه بیشی بود السلام علیکم کار نری که بره بیا پرداغا تامسون ما آوردی تو تامسون نمیدیه بگو بیایید بون چشم اینجا مکانت التماس جواز کنسترون برآورده بکنم آره محلی تازه بکشت خیارم گوجه محلی خیار ترک مال زیابره؟ نه همین کی خرده داد دستامو بهش سلام خیلی آفرین بابا بیدی همین زمینی نتاست آوده مؤسس کنم برای هر چی آقای میشه شدید محلی و محلی محلی حج نمیتونه بکنم آره بیواب بچه این من نیست ستایه آره بیواب حاجی اخرش سنتی داره من دوباره میام نه روی نه آره باید آقا باید در زمان مناسب آقا 36 تومونه 35 بگی بساط ما را عکس بگی گرفتم من متوجه نشدید جان؟ آره اولین نفر شما بودی اصلا نبود کندو یا سه هستی دیگه راجع به غلام شما رو غلام استفاده یه سامان سیاه خوشن اصلا نبود علت بارندگی باید 80 تومنه 80 تومن آقا جان نه موده ایسی خیال گاجه او چینید آقا گاجه خیالی باقالی چل
اتركوا همچنین ساختمش این سرگله؟ بله سنتی چند کیلویی؟ 400 حتیش تا اینجا میاد؟ اونم 450 اینا بالاتر از اون 400 ساقه چنده؟ ساقه 150 این بچه آتیشی خود دستتون برم ما مای دیگه لحظه 35 جانه چیه تمام زمین 35 چه داری بازار یک کیلو نیم 40 محصولات محلی نمبوره کجا ترامور بوده که جعفری بوسه بود شیگی بابا هم خوده حالا سیاه دو نه پولیدونه کیه اون پسری چطور آقایی بودی؟ دیدیه چطور؟ نه معمول جنی خلفال بوده آره او موجی دام بگویید سمی حال گرفته و سمامو در بای میماد این پنجشنبه بازار تولمشهر یا جمعه بازار یک از قشنگترین بازارهای گیلان تا آخر با ما همراه بیشتر لباس فروشی کبابی هم داره خدا قسم من اونو بهله کرده فاند بگیرم زن اونو 200 تومن همون خیار بگیم بابا بریز اینجا خود لادم بولی که در جمع میکنه کباب خوره اینجا یه مردانه کباب فسفود هم سریع خسته نشد
اصلا اول اصلا اول چه خبری؟ خبری نیست چی هم زنگه جب؟ هیچ که اول اول اصلا اول آنجا پول بوده پول باز به قول استا میشه گمون خونت پای خود دوگون های دوگون قلب ازی او را بشیه اوکی دارم 25 اوکی 25 هر روز چی بده بی؟ چی بده بی نما فله؟ فله دایزار ایوانا 10,000 تومان حالا خوبه حق تره بادن انشاءالله خدا تره برکت بده خدا تره برکت بده فقط 10,000 تومان فقط 10,000 تومان گلابی 80 هوایم بایی کاوی سبو بدی زمین ارزان گلابی ارزان خبر خرید کردیم داریم میریم سمت ماشین اینجا پاک نبود این ماشین این سمت پاک برو ماهی تا با پشت بزرگ هم رو
اینجا پارک نگاه کنم خواهی پر میشه به ما خیلی بسپنده فومن